در دایره سیاست انسانپرورانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و 60 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار و معیوبان ناحیه خراسان سر و لباس زمستانه دسترس کرده شد. ضمن یک جمع‌آمدی که با شرکت آموزگاران و خوانندگان برگزار گردید، راجع به توجه همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اظهار اندیشه کرده شد. طور معلوم گردید همساله از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، شخصان خیرخواه و صاحبکاران وطندوست چنین اقدام‌ها راه اندازی گردیده کودکان در هر عید و مراسم به همین گونه کمک و دستگیری‌ها شرفیاب می‌گردند. منتداری خودم را به جناب عالی می‌رسانم که در هر یک جشن ما تنها نیستیم. قید گردید که این قشر جامعه چون همیشه قناعتمندی دارند که روز تا روز شرایط تحصیل و زندگی آنها بهتر می‌گردد و پیوسته تحت نظارت مقامات محلی قرار می‌گیرند. امروز همچنین از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و صاحبکاران بانندگوناموس و بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان پیچ‌های برقی زمانوی دسترس کردید که از این اقدام مأموریت بیمارخانه اظهار قناعتمندی نمودند. شخصانی که در این کار خیر سهم گذاشتند مینه‌داری خود را می‌رسانند. چنین اقدام‌های وطندوستانه در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت ادامه خواهد یافت.